سلام و درود. امروز دوشنبه 11 مارس 2024 و 21 اسفند 1402 هست. با من همراه باشید که مروری کنیم بر مهمترین اخبار هفته گذشته در ایتالیا. محکومیت 3 فعال محیط زیست به حبس تعلیقی. یک قاضی ایتالیایی در روز سه‌شنبه هفته گذشته 3 فعال محیط زیست را به دلیل پاشیدن رنگ قابل شستشو در مجلس سنا در سال گذشته به 8 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. این 3 فعال اعضای گروه آخرین نسل که همگی در دهه 20 از عمر خود هستند به اتهام خسارت جنایی متهم شده بودند و تا 5 سال ممکن است پشت میله‌های زندان به سر ببرند. این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم تعلیق مشروط به پرداخت 60,000 یورو خسارت مربوطه است. این اقدام که توسط وزیر راست افراطی جورجیا ملونی به عنوان ژستی ظالمانه تلقی شده است، منجر به تصویب قانون جدیدی در ژانویه امسال توسط پارلمان گردیده است که مجازات‌هایی را برای افرادی که بناهای تاریخی و اماکن فرهنگی خسارت می‌زنند افزایش می‌دهد. گروه آخرین نسل در سال 2022 با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز اما مخرب در ایتالیا فعالیت خود را آغاز کرد و از سیاستمداران تمام احزاب خواست تا تغییرات آب و هوایی را در اولویت‌های خود قرار دهند. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، ایتالیا در مسیری قرار دارد که انتشار گازهای گلخانه‌ای آن بسیار بالاتر از هدف سال 2030 تعیین شده است. شهر میلان در شمال ایتالیا 450 مجوز جدید تاکسی را برای رفع کمبود تاکسی صادر می‌کند. عضو شورای شهر میلان در جلسه شورای شهر گفت که این شورا در نظر دارد در عرض چند روز یک فراخوان مناقصه برای مجوزها برگزار کند. طبق گزارش اخیر این شهر ماهانه حدود 500,000 تماس حل نشده دارد، یعنی افرادی که سعی می‌کنند تاکسی رزرو کنند ولی موفق نمی‌شوند. روزنامه لا ریپوبلیکا گزارش داد که پس از اینکه دادگاه بولزانو پرونده آنها را قابل قبول اعلام کرد، یک گروه مصرف کننده ایتالیایی به پیروزی اولیه در شکایت خود در برابر هزینه‌های پنهان کرایه خودرو دست یافته است. این گروه با نام موویمنتو کنسوماتوری علیه شرکت‌های کرایه خودرو اویس باجت ایتالیا، سیسیلی بای کار، گولد کار ایتالی و سیکس رنت کار به دلیل بندهای قرارداد غیر منصفانه حکم صادر کرده است. در این دعوی ادعا شده است که شرکت‌ها به طور ناعادلانه مشتریان را با اخذ 50 یورو هزینه اضافی علیه رانندگانی که هنگام اجاره خودرو جریمه می‌شوند دریافت می‌کنند، مبلغی که اغلب بیشتر از خود جریمه است. هفته در پیش روی خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.